امروز میخوام برم تو دل شیطان پرستا و نمادشون رو مورد بررسی قرار بدم. بیشتر بیایم رمزگشایی کنیم و بیشتر بیایم نمادشناسی هم بکنیم که قضیه از چه قراره و چرا باید از همچین نمادهایی باید استفاده بکنن. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. هاوری پالز، رای نیکرانتو هستم و خوش اومدید به یه ویدیوی جدید دیگه. بچه من توی ریلز ها قول داده بودم که یا در واقع توی شورتس ویدیوها قول داده بودم که بیام این نمادشناسی، در مورد این نمادشناسی شیطان پرستا یه ویدیو خوب بسازم. این پارت یک ویدیو بلنده، قرار دنباله هم داشته باشه ولی به جزئیات میپردازیم، مثلا در طی ویدیو بهتون حتما میگم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. علامت بافومت یا بافومت، اولین چیزی که هر جا اسم شیطان پرستی به گوشمون میخوره این علامت رو میبینیم. ظاهرا نمادسازی حرفه‌ای بوده و معناهای زیادی داره که هیچ کدومشون خوب نیست. این نماد شامل یک ستاره 5 پر برعکسه. یه بز داخل این ستاره و کلمه لویاتان به زبان عبری است که نشون دهنده نیروی تاریک و اهریمنی بین انسان و طبیعته که فراماسون ها هم از اون توی زیورالاتشون استفاده میکنن. بچه من اینجا یک داخل پرانتزی چیز بگم، اینه که شیطان پرستا، ایلومیناتی و فراماسون ها با همدیگه تفاوت دارن، ولی همه اینها به صورت یک سازمان های مخفی در سرتاسر جهان فعالیت میکنن. به خاطر همین که بعضی اوقات این اسم ها رو با همدیگه اشتباه میگیرن. فقط یه وجه مشترکی که داره اینه که ممکنه فعالیت هایی که انجام میدن، اون رویکرد و در واقع ایدئولوژی که دارن و مذهبی هم که ممکنه داشته باشن با همدیگه مشترک باشه، ولی با همدیگه هم تفاوت دارن و یه سلسله مراتبی هم داره. این گونه نیست که مثلا هر جا فراماسون رو شنیدیم همون ایلومیناتی باشه یا ایلومیناتی شدیم همون شیطان پرست باشه. کلا بر اساس منافع و هدفشون با همدیگه یه تفاوت‌هایی دارن که من حتما چند تا ویدیو متفاوت ازشون میسازم، حتما اونا رو هم دنبال کنید. گفته بودیم که اولین چیزی خیلی نمایانه علامت بافومته و بارزترین چیزی که توی این علامت دیده میشه یه پنتاگرام برعکسه که دو رأس اون به سمت بالا و یک رأس اون به سمت پایین و دو رأس بغلی به سمت چپ و به سمت راسته. جالبه بدونید که پنتاگرام قدمت استفادهش به 5000 سال پیش برمیگرده. و سومین چیزی که توی نمادهاشون همیشه استفاده میکنن وجود بزه، یعنی سر بز به عنوان نمادی از شیطان استفاده میشه. خب بچه من توی یکی از شورت ویدیوها و ریلزی که داخل اینستاگرام آپلود کرده بودم به صورت مختصر در مورد این قضیه صحبت کرده بودم که چرا از نماد بز استفاده میکنن. من یه سری از تحقیقات و یه سری از مقالات رو خوندم و به این نتیجه رسیدم که یهودی ها یه روز خیلی مهمی از قدیم الایام داشتن که این روز به اسم یوم کیپر یا روز کفاره هم شناخته میشه. توی اون روز دو بز رو برای قربانی انتخاب میکردن و یکی برای یهوه، نام خدا در یهودیت، در واقع یکی برای یهوه قربانی میشد، یعنی واسه خدا قربانی میشد، و اون بزی که برای شیطان انتخاب شده بود یا برای کفاره مردم، کاهن یا در واقع کشیش یهودی ها میومد دستش رو روی سر اون بز انتخاب شده میذاشت، گناهان مردم رو اعتراف میکرد و بعد از اینکه کارش تمام میشد اون بز رو میگرفتن و به سمت یک کوهی که در واقع خودشون کوه عزازیل گذاشته بودن که ظاهرا اون کوه توی یک صحرا و بیابون قرار داشت، اون بز رو اونجا رها میکردن. چند تا علت داشته این کارشون. اونا معتقد بودن که بیابان یه جور اقامتگاه شیطانه و اون بز بدبخت بیچاره رو اونجا میفرستادن به این امید که کفاره و در واقع گناهان مردم بخشیده بشه. خب بز که گناهی نکرده، چرا یه بزی رو بفرستی تو دهن مرگ؟ توی گرما ممکنه بمیره، ممکنه بدون آب و علف اصلا زنده نمونه. لازم به ذکره که بگم مسیحی ها هم معتقدن که بیابان ها مکان هایی هستن که خالی از برکت خدا. پس به خاطر همین خیلی جاها برای اینکه شیطان رو نشون بدن با سر یک بز نمادسازی میکنن و در واقع بز شده نماد شیطان. و
کلا اسم بوزا توی فرهنگ‌ها بد در رفته. الیفاس لوی غیبگوی مسیحی تصاویر این بز دو جنسه رو با سایر نمادهای شیطانی تزیین کرد. حالا میریم سراغ یکی از نمادهای شیطان پرستی یا میشه گفت به قولی ضد مسیحیت، صلیب برعکس یا صلیب معکوس. این همون صلیبیه که پتروس مقدس روش مصلوب شد یا به صلیب کشیده شد. حالا شاید از خودتون بپرسین که پتروس مقدس کیه؟ میریم توی دل داستان. پتروس مقدس شاگرد ارشد حضرت مسیح و یکی از 12 حواری عیسی مسیح بود. حالا این چه ربطی به صلیب برعکس داره؟ در سال 64 میلادی نرون امپراتور روم دستور میده که روم رو آتیش بزنن. بعدش تقصیر این کار رو به گردن مسیحی‌ها میندازه. به خاطر همین پتروس که رهبر کلیسا بود اونو دستگیر میکنن و به خواست خود پتروس صلیب رو برعکس میکنن و اون اینجوری به صلیب کشیده میشه یا در واقع مصلوب میشه. به گفته خودش اون نمیخواسته یا لیاقت اینو نداشته مثل حضرت مسیح به صلیب کشیده بشه. به خاطر همین هر جا حرف از ضد مسیحیت میشه نماد صلیب برعکس یا صلیب معکوس اونجا جولان میده و بعد تا تو عصر نوین توی فیلم های سینمایی از این نماد برای شیطان پرستی استفاده شد، چون که شیطان پرستی یک نوع رویکرد ضد مسیحیت هم داره دیگه. این صلیب نشانه تمسخر و رد کردن حضرت مسیح هم هست. شیطان پرستای زیادی از این گردنبند استفاده میکنن، حتی میشه بین موزیسین های راک هم اینو دید. حتی خیلی از مقاله ها، کتاب ها و منابع به این اشاره کردن که راک موزیسین ها در واقع دارن تبلیغ شیطان پرستی رو میکنن که شدیداً خودم مخالف این کارم. نماد بعدی که در موردش میخوام باهاتون صحبت کنم نماد ماه. شاید پیش خودتون سوال بپرسید که چرا ماه؟ مگه ماه مشکلش چیه؟ ماه که خیلی هم خوبه، قشنگه. خیلی از شاعرها توی شعرهاشون از ماه به عنوان یا در واقع نمادی از یک صورت زیبا یا استعاره‌ای از صورت زیبا ارائه دادن و توی شعرهاشون حتی ماه نماد زیبایی کلا. آخه میدونین که علت این نمادسازی ریشش برمیگرده به خورشید پرستی بدوی. اون زمانی که در واقع مردم خورشید رو به عنوان خدا قبول کرده بودن، چون که خورشید یک حیات بخش به کره زمین شناخته میشه. با نورش به ما انسان‌ها یا در واقع به کره زمین حیات میده. در زمانهای انسان‌های اولیه، خب اگه میدونین یا نمیدونین، زمانی آیس ایج بود، یعنی یه مدت خیلی طولانی در واقع کره زمین یخ میزنه و همه جای کره زمین یخبندان بوده و طبیعتا حیات از بین میره یا دست کم خیلی از حیات‌ها و زندگی‌ها رو به مرز نابودی میکشونه. اون زمان‌ها که انسان‌های اولیه توی غارها زندگی میکردن به ندرت از غار میومدن بیرون و زمان‌هایی هم که میومدن فقط به خاطر شکار بود. خب خورشید تأثیر زیادی توی نابودی عصر یخبندان داشت. کره زمین کم کم گرم میشه و یخ‌ها آب میشه، گل و گیاه دوباره رشد میکنن، همه جا سرسبز میشه و حیات دوباره به کره زمین برمیگرده. به خاطر همین قضیه هم خیلی‌ها خورشید رو به عنوان خدا میپرستیدن و اون رو خدا در نظر گرفته بودن، چون نیروی خیلی زیادی داشت. حالا بسیاری از مذاهب ماه رو نماد تاریکی میدونن. در الهیات توحیدی کلاسیک کره ماه قلمرو شیطان، جن و اهریمنه. اونا معتقدن که ماه همیشه بشریت رو آشفته کرده، به طوری که خورشید نماد نور و حیات و ماه نماد تاریکی و مرگه. حتی سالهای طولانی کیمیاگران عرفانی سعی کردن که مدت‌های خیلی طولانی اکسیرهایی بسازن که بتونه ارواح آلوده ماه رو به ارواح طلایی خورشید تبدیل کنه. حتی یه چیز خیلی عجیب و غریب که تو خیلی از کتاب‌ها اومده اینه که عادت ماهیانه زنان ربط داده شده به چرخه ماه، چون اون کسایی که این نظرها رو میدادن معتقد بودن که روح زنان تأثیر خیلی زیادی از شیطان میپذیره و روح اونا زودتر آلوده میشه و اینایی که من دارم در موردشون صحبت میکنم فقط و فقط جنبه آگاهی، دانستنی و یه مقدارم سرگرمی داره، کما اینکه این چیزام تو دنیا وجود داره. نماد بعدی که میخوام در موردش با شما صحبت کنم هگزاگرامه یا همون ستاره ششبر داوود.
همون ستاره معروف که کلا در عصر امروزی نماد صهیونیسم یا دین یهودیته. که از دلایلی که استفاده از این ستاره تو دین یهودیت گسترش پیدا میکنه اینه که میخواستن یک نمادی جلوی نماد صلیب مسیحیت داشته باشن. به خاطر همین هم از این نماد خیلی استفاده کردن، مخصوصا از قرن آخرای قرن 19 و قرن 20 به بعد. ولی چون از این ستاره که نیروی خیلی زیادی هم داشت توی جادوی سیاه و جادوگری استفاده میشه و به خاطر همینم که خیلی وقتا از این ستاره نام برده میشه، اونو نسبت میدن به شیطان پرستی و خود شیطان پرست هم از این نماد زیاد استفاده میکنه، حالا به شکل‌های مختلف. خب بچه‌ها، بحث ستاره داوود یا همون هکساگرام بحثش خیلی طولانیه و خودم تصمیم دارم که یه ویدیو مفصل در موردش بسازم. اگه خواستید، اگه طرفدار این سری از قضایا هستین، حتما توی کامنت ها بگید. نظر شما خیلی واسم مهمه. و نماد بعدی که خیلی مرسومه سوسک سرگین غلطانه. سوسک سرگین غلطان نماد مصری تناسخه، همچنین نماد بلزباب یا بالزیباب خداوندگار مگس یا همون شیطانه. خب اینم با یکی دیگر از همون نمادهای شیطان پرستی بود که خیلی مورد استفاده قرار میگیره. خب بچه‌ها، اگه تا اینجای ویدیو همراه من بودید دمتون گرم. دوست دارم در مورد این مبحث خیلی صحبت کنم، یه مقدار برم تحقیق کنم، چون واسه منم یه مقدار این موضوع سخته که برم منابعی رو پیدا کنم که بدور از حق به جانبی اینا در واقع حقیقت رو نوشته باشه و تحقیقاتم رو میام با شما در میون میذارم. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو بودید. لایک و کامنت و ساب فراموش نشه، با دوستاتون به اشتراک بذارید و مثل همیشه بدرود.